برگشتیم با بخش اوپن مسابقات حرفه‌ای دبی. اولین گروه روی استیج اومده، دارید میبینید چون نیتن دیاشا سمت راست تصویر، کنارش تونیو بورتون رو میبینید و ویلیام بوناک با شماره 3 سمت چپ نفر دوم تصویر هست. ویلیام خیلی پکیج خوبی آورده به نظرم. توی این فراخوان 3 تا بدن خیلی خوب داریم میبینیم، ویلیام بوناک، تونیو بورتون و نیتن دیاشا. ویلیام از نیتن و در واقع تونیو به نظر میرسه که بهتر باشه. تونیو توی این نما خیلی خوبه. این یکی از ضعیفترین فیگورهای نیتن دیاشاست و باز پیشرفت کرده. ویلیام بوناک حسابی فشرده شده هست. این گروه دوم سمت راست تصویر روبیل ماسکوئرا یا نکزیلا رو میبینید و اینکه محمد فودا هم با شماره 1 سمت چپ تصویر ایستاده. همکنون دارید مسابقات حرفه‌ای دبی 2025 رو میبینید. بخش مقدماتی بدنسازها به صورت گروهی روی استیج میان برای اولین مقایسه بین داوران. نکزیلا خیلی فرق کرده بچه‌ها، این حجم سایز اصلا عجیب غریبش کرده و به مراتب از سال گذشته بهتره. کات، کاندیشنی، پیک بدنی همه چی آورده نکزیلا و این نکزیلا امسال به نظر من دردسر میشه واسه خیلی. جفت بازو از پشت خیلی خوبی داره نکزیلا. این همه حجم واقعا خیلی زیاده حجمش. بخوای مقایسه کنی با بقیه ورزشکارا حجم بسیار زیادی داره. سوم روی استیج میاد حمید موسوی رو میبینید از ایران، شرکت کننده اولی که سمت چپ تصویر هست. حمید اولین رقابت حرفه‌ای خودشو امشب توی دبی انجام میده. بله، بهروز تابانی با مایوی آبی شماره 15 وسط ایستاده. سمت راست تصویر بهروز رو میبینید. امیدوارم موفقیت برای تک تک ورزشکارای ایرانی. امیدوارم که بچه‌ها توی این شرایط بتونن بهترین بدن و پکیج خودشون رو به نمایش بذارن. مسابقه خیلی سختی دوستان، الان دارم میبینم. مسابقه از کلاسیک فیزیک سخت‌تره، از فیزیک خیلی سخت‌تره و از توتوال به مراتب اصلا جمع میکنه. دسته اوپن رقابت سختی شاید خواهیم بود. بهروز از سال گذشته پیشرفت کرده، از روت پشت خوبی داره. توی نمای پشت بهروز همیشه فوق‌العاده است. جای مظاهر تابانی هم اینجا خالیه. بله دوستان، این بود از اولین دید داورا به گروه‌های بدنسازی که روی استیج اومدن. تا دقایق دیگه ورزشکارا به صورت انفرادی برای اجرای فیگورهای خودشون روی استیج میان. شرکت کننده اول با شماره 2 روی استیج میاد. اولین باری که ما این بدنساز رو میبینیم. پکیجی که الان داریم میبینیم از این آقا
برای این مسابقه یکم کار داره به نظر من. مسابقه دبی اگه بخواد جزو 5 نفر برتر باشید، 5 نفرش خیلی سنگینه. بروسابانی که قهرمان سال گذشته این مسابقه است و اومده از عنوان دفاع کنه. تونیو بورتون که تازه مسابقه لیژن پرو رو برده و واسه المپیا آردی کوالیفای کرده، یکی از المپیایی‌ها هست اونجا. ویلیام بوناکو داریم، نفر دوم مصر المپیا بوده، امسال بهترین پکیج خودش رو آورده روی استیج و قطعا این مسابقه دبی یکی از بهترین ویلیام بوناکاست که ما داریم می‌بینیم. نیتن دیاشاس که گفته که هیچ وقت من به این خوبی نبودم و اون بر نکسیلا رو داریم که پکیج عجب غریبی آورده. نفر دوم که روی استیج میاد کانکور ویلیام بوناک هست. ویلیام بوناک امسال توی آرنولد کلاسیک 5م شد و توی در واقع میخوام بگیم سال گذشته تونسته بهتر شه و پیشرفت خیلی خوبی رو داشته باشه و ببینیم که امشب توی دبی قراره که چیکار کنه. سال گذشته ویلیام نفر دوم این مسابقات شد، پشت بهروز تابانی نایب قهرمان شد. خیلی خوب شده ویلیام بوناک نسبت به او مای گاد، اصلا فیگورای بغلش عجیب غریب خوبه. یکی از اون بدنسازهای قد کوتاه که حسابی حجم زیادی آورده، این بدن حسابی پر شده دیگه، حتی به نظر من واسه 1 پوندم جا نداره که وزن بزنه. لتش خیلی پره. امیدوارم که بعد ببینیم که چی کار میکنه دیگه. توی فیگورای پشت رو میتونه یکی از رقبای اصلی باشه. با اینکه سال گذشته هم دوم شده و ویلیام بوناک بهترین مقامی که داره دومی مستر المپیاس، سالها قهرمان حرفه‌ای بوده، یکی از ژنتیک‌های خیلی خوبه این رشته است. با این سن، با این حجم عضلانی فوق‌العاده است ویلیام. شرکت کننده بعدی از کشور آلمان هست ایدلبرگا با شماره 4. سال 2017 حرفه‌ای شده این آقا، حجم بسیار خوبی رو داره، کاندیشنینگ خوبی رو هم آورده. میتونم ببینم که جزء 10 نفر باشه با این پکیج. از نظر حجم، تقارن، تناسب، عضلات بغل پا رو ببینید فقط. این آقا رو ما هیچ وقت نمیشناختیم، جزء اون بدنسازای آلمانی خیلی قدر هست. ما توی آلمان بدنسازای خیلی خوبی رو داریم. دنیس والف یکیش بوده. توی نمای پشت به نظرم پشت کار داره و اینکه لتش های اینسرشن هست، یکم از بالا شروع میشه، پایین لت رو پر کنه خیلی بهتر میشه. توی این فیگور میتونه بپوشونه این ضعفا رو. خیلی کاندیشنینگ خوبی داره، عضلات کوادش حسابی فدر داره، فیبر میشه دید توش، پیک خیلی خوبی رو هم داره، شاداب. برای شرکت کننده بعدی تونیو بورتون از آمریکا هست. تونیو بورتون نفر 8 مستر المپیاست و اینکه قهرمان لیژن 2 هفته گذشته شد و جواز المپیا رو آردی داره. اومده اینجا که برای اولین بار توی دبی رقابت کنه. پکیج خیلی خوبی داره، کمر باریک، تناسب، تقارن، عضلات گرد. خیلی‌ها بدن اونو به در واقع دکستر جکسون شباهت میدن و میگن که خیلی شبیه دکستر جکسونه به خاطر عضلات شکمی که میبینید، خیلی گرد ماسل بلیش و خوب دیولپ شده، خوب پیشرفت کرده. توی نمای پشت خیلی خوب به نظر میرسه و اینکه تسلط خیلی بالایی رو به فیگوراش داره. همیشه هم کاتوکاندیشنینگ خوبی ها و دیدیم که تونیو توی این مسابقه توی چه جایگاهی قرار میگیره. با این بدنی که میبینید میتونه قطعا جزء 5 نفر باشه و یا شاید حتی جزء 3 نفر. برای شرکت کننده بعدی رو میبینید از کشور انگلیس نیتن دیاشا. نیتن سال گذشته در جایگاه 3 این مسابقه ایستاد. 1 سال گذشته برگشته با یک پکیج بهتر.
نیتن سال گذشته مسابقات مثل بیگ اولوشن پرتغال رو قهرمان شد و تونست جواز المپیا رو بگیره. بهترین مقامی که داشته فکر کنم که ششمی مستر المپیا بوده نیتن دیاشا ضعف‌های ژنتیکی رو داره، تونسته با اون ضعف‌ها نتیجه خیلی خوبی رو بگیره. بعد ببینیم که این فیگور که ضعیف‌ترین فیگورشه چطوره. همونطور که می‌بینید لتش های اینسرشن هست، همونطور که به شما گفتم توی بدن شرکت کننده‌های قبلی، و این پایین لته یکم پر نمیشه، سخته. می‌بینید این مشکلات ژنتیکی که داره باش دست و پنجه نرم می‌کنه، ولی گفته که این پکیج قطعاً بهترین پکیج کل زندگی که دارم می‌رم. بله شکمران خیلی خوبی رو زد، عضلات کوادش خیلی خوب شده، خوب بوده و بهترم شده. کنار بهروز تابانی، کنار ویلیام بوناک بعد ببینیم که چطور قرار میگیره و همچنین تونیو بورتون به این لاین اپ اضافه شده. بله محمد فودا رو میبینید. محمد فودا تونسته پیشرفت خیلی خوبی رو داشته باشه طی سالهای گذشته و امشب توی دبی شرکت کرده. محمد جواز المپیا رو قبلا گرفته توی سالهای گذشته، امسال اولین مسابقه فصلش است که شرکت میکنه. کاندیشنینگ خیلی خوبی آورده، یه بدن مصری، تقارن، تناسب، حجم و چگالی عضلانی میشه توش دید. من میبینم جزو 10 نفر باشه، ولی جزو 5 نفر کار خیلی سختی داره. بدنایی که هستن خیلی بدنای قوی هستن توی این مسابقه. بله به خاطر این فیگور مخصوصا فکر نمی‌کنم جزو 5 نفر باشه. یکی دیگه از فیگورهایی که ضعیفه اینه، این میتونه پشتر کاندیشنینگش رو بهتر کنه، کاتش رو بهتر کنه، یکم پیکش رو باید بهتر کنه. توی عضلات پشت خیلی خوب نیست. میشه گفت که یکم فلت به نظر میرسه. به نظر من جا داره که یکم بیشتر پرتر بیاد، که وقتی که فیگورا رو میگیره حسابی عضله ها بریزه بیرون، پوست نازک شه، آبش کشیده شه و همه این صحبت این بستگی به اون پیک عضلانی داره. بله شرکت کننده بعدی دنیس هست با شماره 8. توی مسابقات حرفه‌ای نیویورک امسال هفتم شد، یعنی که پکیجش به نظر من که قابل احترام هست و اینکه کار داره اگه بخواد توی این لاین اپ حضور پیدا کنه. توی دبی بخوای وایسی و جزء مدال آورا باشی، دبی مسابقه‌ای که از سطح و لول بالایی برخورداره، باید به مراتب بهتر این بیای. سایز میخواد، کنار این سایز کات و کاندیشنینگ بهتر میخواد که بتونه یه پیک بهتر رو براش خلاصه کنه. به نظر من که باید بعد از امشب کلا یه برنامه‌ریزی بکنه، یکم این ضعفایی که هست رو بگیره، یه سایز خوب بگیره. این اوپن بادی بیلدینگ کلاسیک فیزیک نیست و اینکه جا داره حسابی حجم بگیره، حتی 10 15 20 پوند هم جا داره این بدن حجم بگیره. میدونی لتاش خیلی میتونه پرتر باشه، 400ش میتونه از این خیلی پرتر باشه. شما اومدی توی مسابقه‌ای که توی خاورمیانه هست، دبی همه 400 قول و اینکه اینجا باید آماده بیاد، هم جلو هم پشت جای پیشرفت داره. شرکت کننده بعدی از کشور مصر آشر با شماره 9. خیلی خوشحاله، خیلی اعتماد به نفس بالایی داره و ببینیم که چه پکیجی رو داره. فیگوراشو خوب میگیره ولی بازم احتیاج به چگالی و در واقع حجم عضلانی بیشتری داره. خیلی خوب فیگوراشو میگیره و تسلط داره.
این فکر کنم جز فراخوان آخر قرار بگیره. خیلی کار داره پشتش به نظر. جلوش حالا بد نبود ولی پشت خیلی کار داره. سایزو کلا میخواد، جلو، عقب، بالا، پایین. بله علی ادوارد رو میبینید. دومین حضورش یه دبی پرو هست. علی ادوارد هم فیزیک خیلی خوبی داره. از اون بدنه‌ای هست که حسابی جا داره که بیاد بالا و پیشرفت کنه و اگه بتونه پیشرفتش همینجوری ادامه بده میتونه جزو تاپای المپیا باشه تا چند سال. خیلی مایچه داره. کاتو کاندیشنینگ قابل احترامی رو میاره. بله علی ادوارد خوبه. میدونیم کاتو کاندیشنینگ میتونه بهتر باشه، البته خاطر رنگ پوستش هم از زیاد چیزی مشخص نیست، ولی جا داره 10% از کاتو کاندیشنینگش بهتر شه، کاتای عمقی بگیره به خودش، از رو تو پوستش فیبر شه، توی نمای پشت جا داشت خشک‌تر و کات کرده. نظر میرسه که علی بتونه جزو 6-7 نفر برتر باشه. حالا باید ببینیم که چطور این چیدمان قرار میگیره. کنار محمد فورنا میتونه قرار بگیره. بله روبیل ماسکورا یا همون نکسیلا روی استیج دبی ظاهر میشه. همه منتظر بودن که 1 سال بگذره و این بدن رو ببینیم. خیلی بزرگه دوستان، خیلی حجیمه، کلا همه حد و مرز حجم رو رد کرده. این 4 سر اصلا عجیب غریبه. سال گذشته مریض بود و با اینکه مریض بود توی جایگاه 4م ایستاد. امسال اومده با یه پکیج به مراتب پیشرفت کرده. یکی از مشکلاتی که نکسیلا همیشه داشته در واقع اون کاتو کاندیشنینگ بوده. کاتای عمری رو نمیتونست بگیره و اون پوست نازک و کاندیشنینگ در واقع پیپر تین، پوست کاغذی رو نمیتونست بگیره. امسال خیلی بهتره، حتی تسلطش به فیگورگیری‌ها بهتره. خیلی خوب نشون میده بدنش رو. حجم عضلانی اصلا بیداد میکنه روی این بدن. عالی. جا داره بهتر شه، خیلی جا داره این بهتر شه و فکر کن که این الان خیلی جوونه، پخته تر شه، کاتو کاندیشنینگش بهتر شه، دیگه سایز احتیاج نداره. به نظرم میگه پاهر رو نباید بزرگترین کنی که بچه بیاد بالا یکم. ولی هنوز من اون کاتو کاندیشنینگ 4 سرش رو نمیبینم. بچه‌ها اون کاتای عمقی 4 سر رو نمیبینم. بله حسن موسوی نماینده خوب کشورمون رو میبینید که روی استیج میاد. حسن اولین مسابقه حرفه‌ایشه که داره انجام میده. پکیج زیبایی رو میبینیم از حسن موسوی از ایران برای اولین مسابقه حرفه‌ایش. بهترین رو براش امشب آرزومندیم. حسن خیلی جای پیشرفت داره و به مراتب میتونه مسابقه به مسابقه بهتر شه و اگه بتونه که همینجوری مسیر پیشرفت ادامه بده میتونه یکی از شرکت کننده‌های خوب دسته اوپن باشه از ایران. برای اولین مسابقه حرفه‌ای خوبه. قطعا این یه دونه شروعه واسه حسن. فکر کنم که بعد این مسابقه آف کنه و بتونه بره حسابی یه دونه سایز خوب چگالیه با کیفیت بگیره. چه پکیجی. من با حسن صحبت داشتم، خیلی آقای خوب و با اخلاقی هست. شرکت کننده بعدی
شماره 13 روی استیج میاد. توی دید اول به نظر من کات و کاندیشنینگ خوبی داره. سایزش اونقدر زیاد نیست در حد اوپن، خیلی جایی پیشرفت داره توی سایز، ولی کات و کاندیشنینگ خوبی گرفته، پیک تمیزی داره، به مراتب میتونه حجم بیشتری داشته باشه. نمای پشت ببینیم چه خبره. توی نمای پشت هم حجم هم کات و کاندیشنینگ جلوش یکم بهتر بود این آقا. بله دوستان، رسیدیم به بهروز تابانی، مدافع عنوان قهرمانی دبی از کشور ایران. بهروز اومده اینجا که از عنوان خودش امشب دفاع کنه. بهروز اولین مسابقه فصلش از این مسابقه و اینکه سال گذشته 3 تا مسابقه داد، قهرمان دبی شد. خیلی خوبه بهروز. بعد ببینیم که امشب توی این لاین اپ توی چه جایگاهی قرار میگیره. 4 سرش جا داره که پیشرفت کنه بهروز و اینکه بهتر از سال گذشته شده این 4 سر. چه پکیجی داره. یکی از زیباترین بدنسازهای حال حاضر هست. کسی که افرادی مثل لی هینی، مثل رونی کولمن بدون اغراق از اون تعریف میکنن به عنوان کلاسیک ترین، یعنی در واقع میشه گفت که بدنساز. حتی میگن خیلی هم پسر با کلاس و با اخلاقیه. این فیگور بهترین فیگور بهروزه. عضلات همسترینگ رو ببینید، عضلات گلوت رو ببینید که باکس اوت کرده. بهروز حتی فیگورگیریشو هم پیشرفت داده. فوق‌العاده است این پسر. توی سخت ترین شرایط ایران تونسته بیاد و روی دبی بیسته و بهترین بدن خودش رو به نمایش بذاره. بهروز تابانی یکی از بهترین فیگورهای بغل رو داره، یکی از بهترین فیگورهای پشت رو داره و فوق‌العاده است. این حجم عضله، این کمر باریک. همیشه بهروز میخنده، همیشه بهروز یه پسر با اخلاق بوده و الگوی خیلی هاست تو ایران. فوق‌العاده است. براش بهترین ها رو امشب آرزو میکنیم. دوستان خیلی مسابقه سختیه، میتونم اینو تا اینجا به شما بگم. الان همه ورزشکارا رو دیدیم دیگه، میان روی استیج که داورا فراخوانا رو اعلام کنن. امیدوارم که بهروز بتونه بهترین خودش رو اینجا به نمایش بذاره. خدا یارش باشه. همه منتظریم که قهرمانی بهروز رو امشب جشن بگیریم. بله دوستان، فراخوان اول رو دارید مشاهده میکنید.
توی این فراخوان بهروز هست، روبیل هست، نیتن دیاشا هست، محمد فودا هست، تونیو بورتون هست و ویلیام بوناک. شما 6 نفر برتر رو میبینید. تک تک این ورزشکارا میتونن توی المپیا باشن. بهروز ما داریم که اونجا به تنهایی 3 بار جواز المپیا رو گرفته، اومده که 4مین بار قهرمان شه. بهروز اومده که اینجا خودشو به همه نشون بده، از عنوان قهرمانی خودش دفاع کنه. بله، بهروز رو وسط میذارن. سال گذشته بهروز قهرمان شد، ویلیام بوناک دوم شد. اوه مای گاد، الان محمد فودا رو کنار بهروز میذارن. محمد فودا برای دومی. به نظر میاد که مسابقه داره جذاب و جذابتر میشه. تا اینجای کار با این چیدمان بهروز رو وسط گذاشتن، اول، موفودا دوم، ویلیام بوناک سوم. جوپازو از روبرو رو میگیرن. لط از روبرو. بهروز تابانی خیلی پهنه. نفر 1 و 2 بین بهروز و محمد فودا هست اینجا. دوتا ژنتیک فوق‌العاده. بهروز که آقای ژنتیکه، توی فیگور جانب فوق‌العاده به نظر میرسه. این فیگور قطعا مال بهروز خواهد بود. این مال بهروزه، بدون شک این مال بهروزه. نفر دوم ویلیام بوناک هست توی این فیگور. نفر سوم تونیو بورتون. 4م حتی به نظر من موفودا هم نیست توی این فیگور. و لط از پشت دوباره به نظر من مال بهروز هست. اول، دوم میتونه ویلیام بوناک باشه، سوم فودا، 4م تونیو. تا اینجای کار بهروز قهرمانه هنوز. فیگور پشت بازو از جانب رو میبینیم. همه خوبن، همه فوق‌العاده هستن. شکم و ران، کمر باریک بهروز، عضلات موربی، شکم کامل، 4 سر خوب. این مال، میشه گفت که مال بهروز نفر دوم، موفودا هست اینجا. بچه روبیل خیلی حجیمه ولی بعید میدونم جز 4-5 بیاد. بله، دوباره موفودا و ویلیام بوناک جاشون رو عوض کردن. همینطور که به شما داشتم میگفتم توی فیگورا چی دیدم و میتونید ببینید که چرا جاشون عوض شد. الان بهروز قهرمانه، توی جایگاه اول ایستاده. ویلیام بوناک دوم، محمد فودا سوم، تونیو بورتون 4م، دیاشا 5م و نکسیلا 6م هست. لط از جلو یه بار دیگه. ببین اگه بخوای بگی این فیگور مال بهروزه. بهروز اومده اینجا که قهرمان شه، اومده که از عنوان خودش دفاع کنه. چه پکیجی آورده بهروز. فیبر باستنشو میتونید ببینید توی نمای ساید. توی عضلات پشت بهترین عضلات پشت رو داره بهروز توی این مسابقه. کمر باریک، عضلات کامل لت، شونه های قوی. بریم پایین تنه، پشت پا رو میبینی، عضلات گلوت که حسابی باکس اوت کرده و مثل یه جعبه زده بیرون. فیبرای گلوتسش. ببین دوباره این که دارم میبینم، به نظر من روبیل ماسکورا دوباره داره دیسپوینت میکنه، دوباره داره ناامید میکنه همه رو. خیلی خوب نمیتونه بدنشو توی این تاپا نشون بده. این پشت بازو ویلیام خیلی خوبه، بهروز فوق‌العاده است. تونیو فوق‌العاده است توی این فیگور. فیگور تونیو شکمرانش خیلی خوبه، به نظر من جزو 3 نفر هست توی فیگور شکمران. بهروز اولین باری که میبینید شوخی نداره روی استیج، اومده که بجنگه. بهروز میدونه اینجا عنوانشه و باید ازش دفاع کنه، اومده که از عنوانش دفاع کنه. کسی نمیتونه این عنوان از بهروز بگیره. بله دوستان، این بود 6 نفر برتر. فراخوان اول رو دیدید. بهروز تابانی رو وسط گذاشتن، کنارش محمد فودا و ویلیام بوناک بودن که جابجا میشدن. تا اینجای کار بهروز توی مقام قهرمانی هست. ویلیام بوناک